قرآن و سنت هستش، فرمایش علما همش به طبق قرآن و سنت هستش. اما به خاطر اینکه ما از موضوع خارج نشویم و پراکنده نشویم، اگر شما مائل باشید بر این آیه الرحمن علی العرش استوى، موضوع بر این هست خداوند عزوجل بالای عرش هست. حالا بالای عرش هست به چه کیفیتی هست؟ ما برای خدا مکان قائل باشیم، زمان قائل باشیم، اینا به عقیده بنده کفر هستش. ما نباید برای خدا زمان قائل باشیم، مکان قائل باشیم، جسم قائل باشیم، جهت قائل باشیم، نظیر و شبیه و خلاصی کلام وزیر قائل باشیم. بله اینا همون شرک هست، اینا همون کفر هست. فقط ما باید در این مطلب که شما میفرماید علما این چنین میفرماید، علما این چنین بیان فرموده‌اند، سمعنا و اطعنا فوق رؤوسنا، خلاصه کلام ما قبول میکنیم، همش درست است. اما به خاطر اینکه بنده و شما از این مطلب حالی بشن، خلاصه کلام بزن شیخ هستید یا که بند شده شیخ؟ صبر ما آروم همیشه گوش کرده هستیم، با دقت گوش داریم و جواب هم میدیم به وقت. شما فقط وقت نظر بکنید، معذرت خواهی میکنم، صحبت دوام بدید تا همون چیزی که میخواید بگید بفرمایید. بله ما گوش داریم. خب دوست گرامی، اولا همانطوری که بنده عرض فرمودند، بنده که گفتم در آسمان ها هست، منظورم این 7 آسمان نیست که در بالای 7 آسمان است. خداوند عزوجل کرسی، عرش، اینا بالاخره اصلا تصور نمیشه نسبت به خداوند عزوجل. ولی عقیده بنده این است که خداوند عزوجل بالای عرش، بالای عرش بنده نمیگم محدود هست اونجاست، اونجا قرار گرفته، جاش اونجاست. خداوند عزوجل در همه جا هست، در همه جا حضور دارد، علم به همه جا احاطه دارد. اجا به خاطر اینکه من بنده البته خودم را میگم این موضوع را بالاخره حالی بشم بالاخره بدانم ما باید رجوع بکنیم بر این آیه که میفرماید الرحمن علی العرش استوى. من خواهشمندم از شما بیاییم رجوع بکنیم به این آیه و این آیه را که محور موضوع ما بر این آیه هست، یعنی موضوع برمیگرده بر این آیه، ما بیاییم این آیه الرحمن علی العرش استوى که کلام خداوند عزوجل هست، ما این آیه را بررسی کنیم به طبق مفسرین، علامه ابن کثیر، علامه رازی، علامه قرطبی، علامه علامه آلوسی، علامه خلاصی کلام علامه سیوطی در دل المنصور، یعنی اصلا الشیخ والعلامه وهب زحیلی رحمه الله تعالی عنهم اجمعین. دوست گرامی، من خواهش هستم از شما، اگر شما میگید عقیده ماتوری این چنین هست، عقیده اشعری این چنین است، دوست گرامی بنده اطلاع، مطالعه کامل بر عقیده این دو امامان کامل ندارم. بنده کلا به این دو عالمان احاطه نیستم، به کتابهاشون، به خود فرمایشاتشون. به خاطر این است که بنده تمنا میکنم از شما مطلبی که عرض می نمایید، خواهش میکنم از شما آیت قرآن برام ذکر بفرمایید، حدیث صحیح رسول اکرم علیه السلام با شماره بیان ذکر بفرمایید. گفتار علما جای خود، گفتار علما جای خود، جای خود، ما اونا را قبول داریم. گفته امام ماتوریدی قبول داریم، گفته امام اشعری قبول داریم. بنده در عقیده اشعری عقیده هستم، امام اشعری هر عقیده داشته باشد بنده آن عقیده را دارم. در فقه بنده مذهب امام شافعی هستم، هرچه امام شافعی بیفرمه سمعنا و اطعنا در احکام و در شریعت. اجا دوست گرامی، به خاطر اینکه ما زیاد اذیت نشیم، نه شما اذیت بشید نه بنده اذیت بشم، تمنا میکنم از شما برمیگردیم به قرآن و سنت. شما الان برام اثبات بکنید از قرآن و سنت که بنده خدای نکرده العیاذ بالله بنده کافر هستم، بنده بیدین هستم، بنده گمراه هستم، بنده مبتدعی هستم، بنده اهل بدعت هستم. به طبق قرآن قبل از اینکه موضوع را بعد از الرحمن علی العرش استوى بحث کنیم، لطفاً بحث الرحمن علی العرش را به طبق آیه و به طبق حدیث برام ثابت بفرمایید. ما موضوعای دیگر انشاءالله بحث میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله. بله الان
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، ما با تمام احترام چگونه که هر یک شما اینجا مشاهده دارید طرف مقابل را گوش کردیم. چقدر که صحبت داشتن صحبت خود را به آخر رسانیدن و از ایشون هم خواهش میکنیم که به ما اجازه بدهند تا صحبت خود را به آخر برسانیم و به اون موضوعی که پیشنهاد کردند که در اساس قرآن و سنت صحبت بکنیم بیایم به همون موضوع داخل شویم. بله ما راضی هستیم. اما اولا در وقت خود من میخواهم بگویم که ببینید این مسئله یکی از مسائل اصول دین است، یکی از مسائل های است که به فطرت تعلق دارد. الله سبحانه و تعالی به فطرت هر یک انسان در بالا بودن خود را جایگیر کرده است. علامه امام الذهبی رحمه الله میگویند نه فقط به انسان ها، حتی الله به حیوان ها این علم را داده است که اونها میدانند که الله در بالاست. یعنی این مسائل نیست که بیایم از هر سو صحبت بکنیم. قرآن، سنت و سلف این امت برای این کافی هست، شافی هست. خیلی که خود شما همین چیز را از ما انتظاری یا خواهش کردید. اما مسئله نقطه بحث این است که آیا اون دعوایی که شما کردید که من در مذهب اشعری هستم، ابوالحسن الاشعری، اولا مردم باید بدانید و خودی این صحبت کننده آقای محمد جان بدانند که مذهب اشعری، مذهب الاشعریه که امروز هست این دیگر چیز است و ابوالحسن الاشعری اصلا اعتقادش دیگر است. برای چی؟ برای اینکه خودی ابوالحسن الاشعری خیلی که معروف است عقیده خود را یک چند مراتب دیگر کرده. اول به معتزله ها مناظره کرده، بعد اشعری شده و بعد به کلابی عبدالله ابن کلاب برگشته. توبه هاش معروف است و از این چیز همه خبر دارند و بالاخره ایشون در آخر الامر توبه کرده ابوالحسن الاشعری، اگرچه توبه یکی به کلابی گشته باشد، لیکن بخصوص در مسئله اسما و صفات در باب این که الله اثبات علو ذات الله، در بالای عرش بودن الله، به این خلق بودنش، در کتاب اصول که نوشتند الابانه من اصول الدیانه و این چنین در کتاب دوم خود که المقالات الاسلامیه، در این دو کتاب اعتقاد خود را، توبه خود را بیان کردند. اما امروز مذهب اشعریه که به نام اشعری وجود دارد که بعضی از علمای این را ایشون حالا ذکر کردن، اینها دیگر عقیده دارند. ابوالحسن الاشعری دیگر عقیده دارد. در کتاب الابانه من اصول الدیانه نظر بکنید، در باب دست الله، چشم الله، پای الله، در بالای علو بودن الله، بذاتش با اینون خلق عمیق و دقیق بیان میکند و همون آسمانی که میگد انمین آسمان است میگد. ایشون محمد جان عقیده اشون نه در مذهب اشعری هست و نه در خودی موافق به ابوالحسن است. یعنی عقیده ایشون نه عقیده اهل سنت است، نه عقیده ماتوریدی هست، نه عقیده اشعری است و بر ضمن این نه موافق عقیده ابوالحسن الاشعری است. یعنی چی؟ یعنی اینکه این ایشون دارند یک عقیده جدیدی رو از خودشون به وجود آوردند، آمیخته، عقیده آمیخته. عقیده از اشعری و ماتوریدی هم هست، زیرا که در مسئله اثبات صفات، اثبات علو ذات الله، در بالا بودن الله، اشعری و ماتوریدی اینها یک عقیده دارند. اما ابوالحسن الاشعری دیگر عقیده دارد. ایشون نه عقیده ابوالحسن را دارند، نه عقیده اهل سنت را دارند و نه عقیده ماتوریدی را و غیره و غیره. عقیده شخصی خود را که آمیخته هست. پس آقای محمد جان، شما دارید محمد جوان بودید، ببخشید، شما صاحب یک مذهب جدید شدید. مذهب محمد جوان ایرانی یک مذهب جدید رو دارید باز میکنید که به هیچ کسی اجازت نشده است که اینچنین صحبت بکند در مسائل اصولی. حالا باید میگویم اولا از نظر خودی ابوالحسن الاشعری عقیده ماتوریدی و عقیده اشعری عقیده کفری بوده. خودی ابوالحسن الاشعری در کتاب المقالات و الابانه من اصول الدیانه ذکر میکند که من توبه کردم از اون عقیده که اثبات وجود الله را در بالا بودنش رو چی میکند؟ انکار میکردم، توبه کردم میگه. این عقیده کفری هست میگه و در کتاب الابانه من اصول الدیانه به عقیده ماتوریدی و اشعری رد میزند.
عقیده اشعری چگونه عقیده است، عقیده ماتریدی چگونه عقیده است. بیاید من به شما به صفحه و به کتاب خودی ماتریدی به شما بیان بکنم. بارک الله فیکم. ابو الحسن الاشعری در تفسیر الماتریدی مجله ششم صفحه 514 میگوید که بالاخره الله سبحانه و تعالی نه در بالا نه در پایان در هیچ جای نیست. به مکان الله احتیاج ندارد. به مکان احتیاج ندارد به این معنا که الله یعنی لامکان است. کلمه الله لامکان است رو از همین سخنی تفسیر ماتریدی امروزه ماتریدی ها استفاده میبرند. معنای الله لامکان است معناش چگونه هست در نزد ماتریدی ها؟ یعنی الله نه در بالا نه در پایان، نه در پیش نه در عقب، نه در راست نه در چپ، در هیچ جای وجود ندارد. یعنی در همه جا وجود دارد به ذاتش، حتی اعوذ بالله در جای نجاست هم را هم استفاده میبرد. و در همین تفسیر مجله دهم صفحه 117 میگوید در زیر آیت سوره ملک در تفسیرش من فی السماء امنتم من فی السماء، در اینجا ماتریدی میگه که اراد نفسه تعالی اخبر انه اله السماء، یعنی میگه که الله در آسمان نیست بلکه اله سما است. لا على تثبیت ان فی الارض سوا و على النفی ان یکون هو اله الارض بل هو فی السماء اله و فی الارض اله وهو كقوله تعالى ما يكون من نجوى الا هو رابعهم ليس فيه النجوى اذا كانت بين اثنين فهو لا يكون ثالثهم. امنتم من في السماء امنتم من في السماء ملكه وسلطانه. یعنی معنای ماتریدی ها میگن که امنتم من فی السماء، الله میگه که آیا خود را امین حساب میکنید از همون ذاتی که در بالای آسمان است. یعنی الله خودش را آشکار گفته است که در بالای آسمان ها در بالای عرش است. ماتریدی میگه که این الله ملکش در بالا هست، سلطانش در بالا هست. فكيف تأمنوا ممن بلغ ملكه السماء فكيف تأمنون مكر وأنتم لا تجترئون على معاداة ملك من ملك الأرض الذي لا يجاز ملك الإنت. وقال الأصل فيه أن الله سبحانه كان ولا مكان وجائز ارتفاع الأمكنة وبقاؤه على ما كان فهو على ما كان وكان على ما عليه الآن جل عن التغيير والزوال والاستحالة والبطلان. اعوذ بالله. عقیده ماتریدی در کتاب نظر بکنید، کتاب خود ماتریدی ابو منصور ماتریدی کتاب التوحید نویسندش خودی ابو منصور ماتریدی صفحه 69 میگوید که الله پیش از خلق کردن همه این مخلوقات در یک جای بود و بعد از خلق کردن مخلوقات هم در همون جایش ایستاده است. حرکت رو زیرا که حرکت رو ماتریدی ها انکار میکنند و همه جای کفر رو ببینید. مذهبی ماتریدی رو ما چرا مذهبی کفر میگه؟ میگوید که و بقاؤه على ما كان ولا مكان و جائز ارتفاع الامکنه. الله میگه در جایش ایستاده است اما ممکن است که مکان از الله هم بالا رود. یعنی ممکن است که مکان در بالای الله باشد لیکن الله در جایش ایستاده است. یعنی الله در درون مکان است، یعنی الله به ذاتش در همه جا است، در درون مکان در زیر عرش است. گفتن سخن رو میگه. نظر بکنید در که صفحه 74 انا همین کتاب توحید معنای استوا را چی میگه؟ معنای استوا را ابو منصور الماتریدی استوا را به استولا و به غیره تفسیر میکند و این عقیده کی است؟ عقیده ماتریدی ها هست که مخالف عقیده من و اهل سنتی که ما علما و سلف قرآن و سنت و اجماع صحابه داریم و مقابل عقیده ایشون است. و ماتریدی ها میگویند که هر کسی که الله را در بالای آسمان و در بالای عرش گوید این مجسمه هست. آقای محمد جوان از این سخن خود حیله میکنند و میگن که من الله را در بالای آسمان میگم لیکن آسمان دیگر آسمان. این افسانه را میروید به همون جماعت خود میگوید. پیامبر آسمان وقتی که گفتند همین آسمان را گفتند. پیامبر را وقتی که جبرائیل به نزد الله برد به کدام آسمان برد؟ اگر این آسمان نباشد به همین آسمان برد. پیامبر وقتی که از معراج فرا آمدن به صحابگان چه گفتند؟ گفتند که من به آسمان برآمدم، اول فلسطین بیت المقدس، از اونجا به آسمان یکم، به آسمان دوم، به آسمان سوم، به آسمان هفتم رفتم و بعد از این کرسی شد و بعد از این اول آب شد و بعد از این کرسی شد و بعد از این عرش شد و بعد از این الله هست و من به سدرة المنتهی رفتم. این حدیث را چگونه شما شرح میدید اگر آسمان همین آسمان نباشد؟
الله المستعان. پیامبر وقتی که عثمان میگفتن همین عثمان رو میگفتن در حدیث صحیحی که اومده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که بین الارض و السماء الاولى 500 عام و بین السماء الاول و الثاني، هر یک آسمان گفتن در بالای همدیگر است، طبقه به طبقه، و بین هر یکی این 500 سالینه راه است. اگر شما بگویید که نه منظوری من این آسمان نیست دیگر آسمان است، این عقیده رو از کجا دریافتید؟ این عقیده بافته و ساخته خود شما هست. آیا مگر در دین جایز است که عقیده رو از پیش خود بافید؟ حالا که این مسئله است که پیامبر بیان کردند، پیامبر اشاره کردند، پیامبر برآمدند، شما چی ها میگویید؟ در دین الله مگر به علم صحبت کردن جزایش بد نیست که الله میگه و من تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین. هر کسی که در حق ما سخنی را میگوید که ما نگفتیم، اعتقاد میکند که ما نگفتیم، حتما از پیشانیش میگیریم و جزای سختش میدیم. شما در دین الله یا به علم صحبت بکنید یا که صحبت نکنید، یا به علمونه برای به علم صحبت بکنید یا نکنید، زیرا که الله میگه ولا تقولوا علی الله ما لا تعلمون، نگوید در حق الله همون سخنی رو که نمیدونید. و ابن القیم الجوزی میگه به علمانه صحبت کردن در مسائل اصولی از گناه از شرک هم سخت‌تر و وزنین‌تر است. این یک نصیحت برای شما هست. اما در مسئله ماتوریدی و ابوالحسن الاشعری و ماتوریدی میاد، ابوالحسن الاشعری رو به یک طرف میگذاریم. ابوالحسن الاشعری رحمه الله توبه کرده. مذهب اشعری و مذهب ماتوریدی وقتی که نمیشناسید که این مذهب چگونه مذهب است و این مذهب وقتی که نمیدونید که اهل سنت امام احمد ابن حنبل را مجسمه میگویند، هر کسی که الله را در بالای عرش بودنش را اثبات کند این را مجسمه کفر میکنند، پس چرا اومدید شما از مذهب ماتوریدی میخواهید دفاع بکنید و میخواهید که شما یک مذهب جدید را بیان بکنید که این گویا که اهل سنت هم اهل سنت هستند، ماتوریدی هم اهل سنت هستند؟ نه 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 نه، هرگز. ولا تلبسوا الحق بالباطل، هرگز حق باطل در یک جا آمیخته نکنید. ما بدون یگان تحقیر، بدون یگان، ما حالا نگفتیم ماتوریدی کی است و حکمش چی است و اینا رو به یک طرف گذارید، لیکن ما میگیم که اعتقادی که ابو منصور ماتوریدی و ماتوریدی های امروزه و اشعری دارد در این باب باطله که به کفر درجهش رسیده است. و کفر رو کی گفته است؟ ما از علمایی که متقدمین هستند. ابن خزیمه در کتاب توحید میگوید من انکر ان الله سبحانه و تعالی فوق العرش فهو کافر و من لم یکفره فهو کافر. هر کسی که انکار بکند که الله در بالای عرش است کافر است و هر کسی که همین گفته رو دیده و دانسته تکفیر نکند کافر است. شما میگید که من این کسی نیستم اون کسی نیستم، ما هم هیچ کسی نیستیم، ما هم هیچ بزرگی نداریم، ما هم خود را به یگان اعلانی یگان بزرگی نکردیم، لیکن مذهب ما همون مذهبی که سلف داشتند. ندینو دین ما، دینداری ما همون دینی هست که در زمان سلف دین بود و هر چیزی که در زمان سلف دین نبود دین ما نیست. پس مشکلی شما همین است که آسمان رو گفتید این آسمان نیست، این بافته ساخته خود شما هست و این عقیده باطل است، خیلی خطرناک است. شما تعویل تحریف کردید، تغییر دادید، قبول نکردید احادیث و آیات رو. آمدن عیسی علیه السلام، عیسی از همین آسمان میآید، از زیر زمین نمیآید، پیامبر برآمدنشون به آسمان و غیره. و بعد از این مسئله شما خیلی صحبت کردید، شما از منم زیادتر باشه. بله باشه، بفرمایید، بوکی ندارد. این مشکلی های خود را من میخوام اثبات بکنید. بعد از این گفتید الله در یک ما هم الله را وقتی که در بالای عرش است میگوییم، معنای ما این نیست که الله در بالای عرش فقط در یک مکان معین نیاز دارد. بالای عرش را خود علم الله میداند که چی بزرگی دارد، این چی بزرگی دارد. یک نقطه حدیث پیامبر رو میگم، به همین صحبت رو به پایان میرسونم برای اینکه تصور بکنیم. پیامبر میگن که همین زمین رو بگیرید، همین زمین و آسمان ها رو، 7 زمین و 7 آسمان رو بگیرید، به بالای کرسی پرتایید، به بالای کرسی اندازید، به مانند یک حلقه هست که به زمین میگذارید. اون یک حلقه رو به زمین گذارید، زمین و آسمان رو به بالای کرسی پرتایید گذارید، همچنین یک حلقه است. اگر کرسی رو بگیرید با این همه بزرگیش به بالای عرش گذارید، یک حلقه هست. الله رب العالمین چقدر بزرگ است. برای همین فقط ما اعتقاد ما همین است که الله در بالای عرش است. تمام. الله همین قدر به ما خبر داد. هر چیزی که الله اثبات کرد اثبات میکنیم، زیاده روی نمیکنیم. اینجا هستیم چیزی که هست دلیل نباشه دی غیبیات است، از غیبیات دیگر صحبت نکنید. اگر صحبت خیلی سخت طولانی شده باشد معذرت خواهی میکنم، بفرمایید صحبت بکنید. ابو عبدالرحمن اینجا باشید. خب بسم الله و صلات و سلام علی رسول الله. دوست گرامی، قبل از همه چیز بنده هم عقیده بنده این است، بنده
منظور آخه ببینید اگر انسان یک کلمه گفت بعدن اگر اصلاح بکند آن کلمه حذف می شود. اگر کسی گفت مثلا گفت خدا در العیاذ بالله حرفی گفت صحبتی گفت اما بعدن اصلاح کرد حرفی که سابق کرده تازه اون حذف می شود. شما هی حرف مرا تکرار میکنید، هی حرف مرا میگویید. دوست گرامی، بنده عقیده به عرش دارم، بنده عقیده به عرش دارم. همونطوری که در تفسیر انوار القرآن دکتر عبدالرئیف مخلص حفظه الله ایشونم در زیر این آیه هرچی فرموده است بنده هم اون عقیده را دارم. ایشون میفرماید الرحمن علی العرش استوى، خدای رحمان بر عرش استوار یافت، یعنی بر عرش علو و ارتفاع یافت. علو و ارتفاعی که برای آن مثل و مانندی نیست. گفتنی است که ما به استوای حق تعالی بر عرش بنا بر عقیده سلف صالح که ائمه چهارگان اهل سنت نیست از آن جمله اند ایمان داریم. بنده ایمان به عرش دارم. بله، سلف صالح به صفات حق تعالی چنان که در قرآن آمده است بدون هیچ تحریف، تأویل، تشبیه یا تمثیلی ایمان داشته‌اند. بله، بنده ایمان دارم و در برابر آنها با توجه به تأویل، تشبیه و تکلیف و درنگ نمی کنند، یعنی هیچ صحبتی نمی کنیم. از امام مالک رحمت الله علیه پرسیدند که خدا چگونه بر عرش استوار یافت؟ گفت استوار معلوم است و درک کیفیت آن در حیطه عقل نیست و ایمان به آن واجب و سوال کردن از آن بدعت است. یادآور میشویم که قول صحیح درباره عرش و کرسی این است که عرش غیر از کرسی است. دوست گرامی، ببینید بنده عقیده به عرش دارم، عقیده به کرسی دارم. آسمانی که بنده عرض کردم آسمانی بود که رسول خدا صلی الله علیه و تشریف بردند. حضرت جبرئیل بله آنجا بودند، به سدرة المنتهی رسیدند. بنده عقیده دارم. بنده عقیده بر این دارم که حضرت عیسی از آسمان فرو می آید. حضرت عیسی زنده هست، از آسمان فرو می آید. ولی بنده این عقیده را ندارم خداوند عزوجل کجا قرار گرفته است، چگونه قرار گرفته است، حالاتش چگونه است، چه حالتی دارد. بنده در این مورد هیچ صحبتی ندارم، چون در این مورد بدعت هست. بنده خلاصه صحبتم این است که عقیده به عرش دارم، عقیده به کرسی دارم، ولی کیفیتش من نمیدانم. دوست گرامی، همانطوری که من عرض کردم، اگر بنده مطلبی گفتن، اگر اصلاح کردم اون مطلب را بگذر، اون مطلب را حذف کن. تازه نگویید شما میگویید خدا در آسمان‌های غیر از آسمان دنیا و اینا. بنده صحبت خود را اصلاح می نمایم. اگر کسی صحبت را اصلاح کرد، شما حرفی که قبلا زده حذف بفرمایید، حساب نکنید. بنده در مورد الله سبحانه و تعالی این نکته را به شما عرض می نمایم. بنده عقیده به این دارم که الله سبحانه و تعالی تنها هست. این عقیده من این است. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. این عقیده بنده است. بعدش هم برای شما عرض می نمایم خداوند عزوجل حالا که بالا، این که مثلا ما دستمون بالا میگیریم، خب ظاهرا میگن الله سبحانه و تعالی بالا هست، علو هست و زمین نیست، علو هست، بالا هست. حالا دوست گرامی، حالا من نمیدانم، خداوند عزوجل عقیده به عرش دارم، عقیده به کرسی دارم، ولی نمیگم که خدا بالای عرش قرار گرفته است. برای خدای نکرده مکانی یا چیزی قرار بدم. بنده توبه میکنم از این که خدای نکرده بحث الله سبحانه و تعالی اگر بگم مکان یا معین یا زمان یا چیزی، ولی بنده همانطوری که در این تفسیر بنده اشاره بهش کردم، بنده عقیده به عرش دارم، بنده عقیده به کرسی دارم، عقیده به این دارم. آسمانی که حضرت عیسی از آن میآید همین آسمان است، همین آسمان است که حضرت رسول رفته سدرة المنتهی. بله، بنده عقیده به این دارم، این عقیده بنده هست.
همانطوری که برای شما عرض کردم، اگر بنده صحبتی قبلا داشتم گفتم بالای آسمان است، الان من اصلاح کردم، حرف بنده را این را قبول بفرمایید. اصلاحش کردم. بنده عقیده به عرش دارم، عقیده به کرسی دارم. بالاخره این مطلب اینجا بالاخره بنده زیاد بر این بحث نمی کنم. اگه شما بله یک با موضوع عرض دیگر معذرت را از شما بله بله اگر ببینید موضوع دیگر را مطرح ببینید بله موضوع دیگر رو صحبت میکنیم، زیرا شما صحبتی قسم دو رو کردید، من هم میکنم نوبت خود را بعد از این با موضوع دیگر شروع میکنیم انشالله. لیکن حالا یک سوال خیلی مختصری به شما دارم، این است که شما چی میگویید که شما گفتید اعتقاد دارم به عرش، به آسمانی، همین آسمان، به کرسی. سوال این است که آیا شما اعتقاد جازم دارید که الله به ذاتش در بالای عرش با این از خلقش است، جدا از خلقش است؟ البته الله احتیاج نیازمندی نه به عرش و نه به دیگر از مخلوقات ندارد، نیازمندی ندارد. لیکن الله آیا در بالای عرش به این مقصد که از همه چیز بالا هست یا نیست؟ بفرمایید مختصر، ها یا نه. ببینید زیرا صحبت شما دو نمود از اینجا بیرون شد. دوست گرامی، بنده به هیچ عنوان بنده نمیتوانم بگویم خدا بالای عرش قرار گرفته است. بنده اینا نمیگویم. خداوند عزوجل یعنی صحبتی که بنده اینجا عرض می نمایم، این صحبت بنده عقیده خود بنده هست، عقیده علمای اسلام نیست، عقیده علمای اهل تصوف نیست. این عقیده بنده که بنده با شما عرض می نمایم. بله بنده عقیده به این دارم خداوند عزوجل علو هست، بالا هست، از عرش و کرسی همه چیز بالاتر هست، از تمام مخلوقات بالاتر هست و جزء مخلوقات نیست، جزء مخلوقات نیست، خارج از مخلوقات است خداوند عزوجل. بله، لیکن چرا شما باز تکرار میکنید که من الله را در بالای عرش اثبات کرده نمیتونم؟ چرا این سخن رو میگید؟ مقصد ببینید مقصد چی است؟ مقصد از در بالای عرش گفتن الله مقصد این نیست که الله نیازمند به عرش است. از همه مخلوقات بالاترین الله، بزرگترین و از همه بالاترینش عرش است و الله در بالای عرش است، به این معنا که الله از همه چیز بالا هست و جدا از مخلوقاتش است. دارم. بله عقیده بنده این است. بهترین عقیده است. ببینید عقیده شما خوب است، لیکن من از شما خواهش میکنم عقیده زیبای پاک خود را با جمله نازیبا و نامفهوم و جمله اون مشابهاتی که دارد و با جمله که مردم را در بالای شما یک تشکیک، تردید به وجود میآورد. شما وقتی که میگید که اما اثبات کرده نمیتونن در بالای عرش و غیره، من حالا فهمیدم که شما یک چیز رو اثبات کرده نمیتونید. نشستن الله در بالای عرش رو خیلی که در اولی موضوع گفتید، مقصد شما همین است، یعنی در این موضوع نمیخواید صحبت بکنید یا که این رو اثبات کرده نمیتونید، اما الله رو در بالای عرش به این معنا که از همه چیز بالا هست دارید اثبات میکنید. بله درست است باری تعالی. تمام. بله شما که فرمودید بله کاملا درست است. اون معنی که شما گفتید بله الله تعالی از همه چیز بالاتر هست، بزرگتر هست، عظیمتر هست. بله بر این لفظ بله بنده کاملا بر این قول، بر این اعتقاد هست. بله بهترین. پس از شما با تمام احترام خواهش میکنیم که جمله متردد هست، جمله که مردم میشود که به معنای خیلی غلط بفهمند و سبب گمراهی مردم شد استفاده نبرید. شما بگویید همیشه کافی است که الرحمن علی العرش استوى، یعنی الله در بالای عرش به این معنا که از همه چیز بالا، در بالا، از همه چیز بالا، هیچ نیازی به مخلوقاتش ندارد و الله سبحانه و تعالی جدا از مخلوقاتش است. تمام است. تمام. عقیده شما عقیده من این است. تمام بهترین. ببینید الان به من یک کمی صحبت میتید، من هم طولانی نمیخوام صحبت بکنم، مختصرا به شما میگم که انا همین عقیده که هر کسی عقیده بکند که الرحمن علی العرش استوى، الله در بالای عرش استوا هست، خیلی که ایشون سخن امام مالک را آوردن که استوا معلوم است. معلوم چی؟ یعنی معناش معلوم است در زبان عربی. ابن عباس رضی الله عنه، امک بچه رسول الله که پیامبر صلی در حقش گفتند اللهم علمه التأویل و اللهم فقهه فی الدین و علمه التأویل، یعنی علمای یک متبحر مفسر صحابگان گفتند که استوا معناش چیست در زبان عربی؟ علا و ارتفع و سعد و استقر. این کلمه چهار معنا دارد و این رو
شاگردی ابن عباس رضی الله عنه نیز گفتند، امام نافع، امام مجاهد، اینا همش مفسرین همین رو گفتند. معناش چی است؟ معنای استوا این است که الله الرحمن علی العرش استوا. علی یعنی بالا هست، بالا برآمده است، بالا است. علی و ارتفع، بالا برآمده است. و صعد، بالا است، بالا برآمده است. و استقر، و استقرار گرفته است. حالا یک خطاگی نقطه مهمی رو من میخوام اینجا ذکر بکنم. این به ایشون محمد جوان دخل ندارد. اکثر اهل بدعت فکر میکنند که وقتی که ما میگیم معنای کلمه استوا علا و ارتفع صعد و استقر هست، کلمه استقر رو بعضی از انسان ها فکر میکنند که معنایش جلسه است. میگن اعوذ بالله، کلمه استقر این کلمه عربی است. استقر یستقر، استقرار از ثلاثی مزید است. این به معنای جلسه نیست. نظر بکنید به تمام لغت عربی در نزد ما وجود دارد. استقر یعنی استقرار چیست؟ میگن ثبوت الشیء علی ما هو علیه، ثابت بودن یک چیز در یک حالت همیشگی. نشستن گفتن گپ نه. معنای استقر در حق الله همین است که الله همیشه در بالای مخلوقاتش است. الله همیشه در بالای مخلوقاتش است. الله هرگز به درون مخلوقاتش، به درون انسان، به درون چیزی نمی درآید. پس اینجا سوال می شود که اگر معنایش الله همیشه در بالای آسمان ثابت باشد، استقر ثبوتش علی ما هو علیه باشد، پس نازل شوی الله در سه یک شب، صفت نزولی که در حدیث آمده ان الله ینزل فی ثلث الليل الاخر، به این چگونه جواب میگیم؟ علمای اهل سلف صالح گفتند که اثبات میکنیم که الله در سه یک آخر شب، سه قسم آخر شب به آسمان دنیا نازل میشود، اما عرش از الله خالی نیست. چگونه؟ ما به چگونگی و چخل بودن یک صفت الله داخل نمیشیم. این را کیفیت میگن. چخلی که خودی محمد جوان گفتند. عقیده اهل سنت همین است که ما هم هرگز نگفتیم و نمیگوییم و انکار میکنیم گویندگان را که نازل شدن الله چخل است، یا که استوا کردن الله صعد علی و ارتفع، چخل الله برآمد، قدم زده برآمد یا یگون دیگر خیل برآمد. در این مسئله سوال کردن، کیفیتی در نمود کیفیت سوال کردن یعنی چگونه بودن صفت الله سوال کردن بدعت است و کیفیت به سخن کردن زلالت است. به هر کسی که کیفیت الله صفاتش گفته می رود به کفر می برد، کفر است. برای همین ما میگوییم الله در بالای عرش است، به این معنا که از همه چیز بالا هست. صفت علو ذات میگن. ما سه صفت علو داریم: علو ذات، علو القهر، علو القدر. همیشه. اما چگونگی، کیفیت، چون و چرا رو ما نمیدانیم، برای که این غیب است. الله به ما خبر نداد. الله به ما خبر داد که من در بالای آسمان ها، در بالای کرسی، در بالای همه چیز بالا هستم. اما چگونه در بالای آسمان است، چخل به بالای عرش است، یا چخل نازل می شود، چخل می خندد، دستش چخل است، چشمش چخل است، پایش چخل است، ما هرگز صحبت نمی کنیم. این مجسمه ها هستند که صفات های الله را در کیفیتش صحبت می کنند و به مخلوقات تشبیه می دهند. اعوذ بالله من ذلك. ما صفت رو ثابت میکنیم، معنای هر یک صفت الله معنی دارد میگیم، اما کیفیت و چگونگیش رو ثابت نمیکنیم و ما این اعتقاد داریم. بله. شکر خدا، الحمدلله این مطلب روشن شد. الحمدلله این روشن شد. اگر مطلب دیگر با عرض معذرت، با تمام احترام محمد جوان، از شما من میخوام در بالای یک موضوع باید کمی روشنایی با هم داشته باشیم. اگر اجازت بدهید میشه که صحبت بکنیم کمی؟ بله بفرمایید. بله. حالا ما اتفاق کردیم که الله سبحانه و تعالی در بالای عرش، در بالای همه چیز. عقیده اهل سنت معروف است. سوال کردن در چگونگیش بدعت است. عقیده اهل سنت و جماعت است. اما در دوام همین مسئله یک عقیده اهل سنت دیگر دارد. همین مسئله به همین پایان نمی‌یابد. دوام این مسئله همین است که نظر بکنید به علمای سلف. ابو زرعة الرازی وفات کننده 266 هجری،
ابو حاتم الرازی وفات کننده 274 هجری، حرب ابن اسماعیل کرمانی در کتاب السنه، احمد ابن حنبل، ابو حنیفه رحمه الله در کتاب اوسطی که دو شاگردش، یکیش پسرش حماد عن ابی حنیفه ذکر میکرد، یکی از البلخی از شاگرد ابو حنیفه بلخی ذکر میکند. و این چنین من معذرت خواهی میکنم بعضی از کتاب های فقط سلف رو ذکر کردن تا که بفهمید که سلف چی گفتن در این موضوع، همون موضوعی که حالا کمی اختلاف وجود دارد بین ما و شما، شاید نفهمیدیم، حالا کمی اجازه بدید. اینجا با دیگر از علمای سلف خیلی زیادن. ما گفتیم کتاب الرد علی الجهمیه ابو عثمان بن سعید المنصور الدارمی، ابو عثمان بن سعید ابو منصور عثمان بن سعید الدارمی رحمه الله الرد على الجهمیه. و این چنین ابن خزیمه در کتاب التوحید. اینها همه علماهای متقدمین، الاجری در کتاب الشریعه، اینها همه علماهای سلف هستند، علماهای سلف. الطبری و غیره و غیره. الطبری در کتاب التبصیر فی معالم الدین ذکر میکنند که به اجماع همه صحابگان، تابعین و تبع التابعین، اعتقاد ما اهل سنت همین است که میگن هر کسی که در بالا بودن الله را، در بالای عرش بودن الله را انکار کرد و بعد از این باز اضافه کرد که الله در همه جا هست به ذاتش، این کفر صریح، کفر اکبری آشکار است. و هر کسی که همچنین عقیده را انکار نکند، کفر نداند، باطل نداند و انکار نکند، خودش به کفر واقع شده است. نظر بکنید بخصوص ابن خزیمه کتاب التوحید در باب اثبات عرش الله. دوست گرامی یک دقیقه نه ببینید، شما الله سبحانه و تعالی را که ما عرض کردیم، خدا را شما محدود به یک جا نکنید. الله سبحانه و تعالی محدود بر بالای، ما گفتیم بالای عرش، بالای کرسی، منظور عظمت و بزرگی الله سبحانه و تعالی است. و معنا این نیست که خدا یعنی خودش نیست، یعنی خودی الله. ببینید نه انا که صحبت رو دیگر کرد، یعنی بذاتش خودی الله، بذاتش خودش در کجا است؟ در بالای عرش است یا نیست؟ یا در همه جا است؟ شما اگر بگید الله سبحانه و تعالی در بالای عرش قرار گرفته است، شما الله را محدود بر یک جا میکنید. نه ما باری دیگر میگیم، ما به الله یگان مکان محدد رو ندادیم. ما گفتیم الله به ذاتش از همه چیز بالا هست. برای چی میدونید؟ برای که پیامبر صلی الله علیه و آله صبر بکنید، سببش رو بگم. برای که پیامبر صلی الله علیه و آله در حدیث صحیح میگن که این زمین هفتگانه و این آسمان هفتگانه، اراضین سبع و سماوات سبع، در نزد الله به مانند یک چیز خیلی هم کوچک است که مطویت بیمینه، روز قیامت الله به دستش به یمین میگد، همین مغجیم میکند، یک قبضه میکند میپرتد. الله سبحانه و تعالی اینقدر بزرگ است. عرش هم در نزد الله کوچک است، الله بزرگ است. منظور دست الله نیست. این عقیده باطل شما است. حالا به دست ما دست دارد میگیم. حالا ببینید الله به ذاتش در بالای عرش هست، یعنی خودش عظمتش، قدرتش این معروف است. عظمت قدرتش در بالای عرش بودنش این دیگر چیز است. الله در همه جا عظمت قدرت دارد. ما اثبات علو ذات رو میگیم. الله آیا به ذات خودش در بالای عرش است یا نیست؟ اگر شما معنای محدود را بزنید که الله سبحانه و تعالی آنجا قرار گرفته، در هیچ جا اگر شما بگید الله سبحانه و تعالی، یعنی شما گفتنی است که الله به ذاتش در روی همین زمین الله به ذاتش هست. یعنی ما میگیم که الله به ذاتش، خودش به ذاتش در بالای آسمان ها، در بالای عرش است، اما به علمش و به قدرتش همه جا را میبیند، میشنود و همه در زیر نظر الله است. اما خودی الله به ذاتش الان حاضر در نزد شما، در درون شما، در همین زمین هست یا نیست؟ نیست. الله در بالای عرش است و به علمش و به قدرتش همراه ما رو میبیند و میشنود. الان دوست گرامی، نحن اقرب الیهم من حبل الورید، شما چجور معنا میکنید این آیت را؟ ما نه، سلف صالح گفتند که امام احمد ابن حنبل، همه این علمایی که گفتند که نحن اقرب الیه من حبل الورید بعلمه و قدرته.
ما به شما از رگ دلهای شما نزدیک هستیم یا رگ گردنهای شما به علمش و به قدرتش، نه خودش، نه اینکه خودش در درون من باشد. الله خودش در درون من نیست، اعوذ بالله. درست، این درست است، درست. نه من شما رو نفهمیدم. شما دارید یک مرتبه اینجوری میگید. من حالا حس میکنم که تدلیس دارید میگید. میگید الله دست ندارد. چل دست ندارد الله در قرآن وقتی میگه که دست دارم؟ حالا خیر مسئله دست این پیش از مسئله دست بیاد اول اثبات علو ذات الله کنید. ما گفتیم که الله به ذاتش در بالا عرش است. الله دیده می شود یا نمی شود؟ الله دیده می شود یا نمی شود در روز قیامت و در درون جنت؟ بله دیده می شود. این عقیده هست. بله دیده می شود الله سبحانه و تعالی. تمام. دیده می شود الله سبحانه و تعالی در جنت دیده می شود. دوست گرامی، بله. دست الله سبحانه و تعالی ندارد، پا ندارد. العیاذ بالله، فنا به ذات الله سبحانه و تعالی. پس حدیثی صحیح که امام مسلم روایت کردند، حدیثی که از انس بن مالک رضی الله عنه در صحیح مسلم آمده است. در این مسئله چی میگه که میگن پیامبر صلی الله علیه و سلم ان الله یضع رجله او قدمه على النار فیقول امتلأت. الله قدمش رو، روایت رجلش رو و قدمش رو، پایش رو و قدمش رو به درون دوزخ میگذارد. جهنم میگوید که پر شدم امتلأت. و بعد از این میگیرد. حدیث صحیح است. همه علما این را اثبات کردند. ابوالحسن الاشعری میگه که این صحیح است و ما اثبات میکنیم بدون کیفیت. چگونگی قدم الله را نمیدونیم. دوست گرامی، عقیده این چهار، شما فقط این چهار امام ماتریدی، امام اشعری، امام حنفی، امام مالکی، امام شافعی، امام حنبلی، این 6 نفر در کجا گفته اند الله العیاذ بالله دست دارد، پا دارد؟ در کجا گفته؟ تمام. اولا به این 4 امام هر دوی این ماتریدی اشعری را پیوست نکنید، زیرا که اینها سلف نیستند. 4 امام سلفی سالی هستند. این 2 نفر عصری 4 هستند، عصری 4 و 5 هستند، عصری 4 هستند. بگوییم در عصری 4 وفات کردند. شما ندانسته شدید که سلف کی است و غیر سلف کی است. اولا مشکلی این است، ما سلف از سخنش میگیریم. پیامبر گفتن سخن سلف بگیرید. خیر القرون قرن ثم الذين يلونهم. ابوالحسن الاشعری و ماتریدی از سلف نیستند. اولا. ثانیا، انا همین 4 امام در کجا گفتند که الله سبحانه و تعالی دست دارد؟ مرحمت در کتاب موطا. من این سوال از شما پرسیدم. بگید شما. بله من دارم جواب میگویم. شما اگر بگید العیاذ صبر بکنید، آداب را رعایت بکنید. والعیاذ بالله به تهدید حالا به حکم نروید. خیلی که آداب را در اول میگفتید که رعایت شود، خاموشی و آداب رعایت بکنید. تلبیس بس است. ما سوال را برای یک مرتبه تکرار کردیم تا که به مردم روشن شود، واضح‌تر شود. در کجا این 4 امام گفتند؟ امام احمد ابن حنبل در کتاب السنه میگه. فرزند امام احمد ابن حنبل در کتاب السنه، احمد ابن عبدالله، فرزند عبدالله ابن احمد ابن حنبل میگه. ابن خزیمه مذهب حنبلی، یکی از متقدمین آخری سلف میگوید. در کتاب التفسیر فی معالم الدین ابن جریر الطبری از همه این علما ذکر میکند که الله دست دارد و دلیلش از قرآن میگه که الله میگه لما خلقت بیدی. ابن جریر الطبری و دیگر همه مفسرین سلف صالح میگن که الله در اینجا گفته لما خلقت بیدی، هر آن چیزی که به 2 دستم خلق کردم. الله به خودش 2 دست رو اثبات میکند و پیامبر صلی الله علیه و در حدیث صحیح میگویند کلتا یدیه یمین، هر 2 دست الله را یمین، راست گفته میشد. دست الله را چپ و راست گفته نمیشد، هر 2 دست الله را راست گفته میشود. و این حدیث پیامبر است که پیامبر صلی الله علیه و حتی نه فقط دست رو، انگشت رو به الله سبحانه و تعالی اثبات کردند. امام احمد در مسندشون روایت میکنند. همین است مذهبی 4 مذهب که الله سبحانه و تعالی دست دارد، انگشت دارد. اما چگونه چهل است ما نمیدونیم. ما به هیچ کس مانند نمیکنیم. هر یک چیز ببینید در این دنیا چقدر دست‌های مختلف است. الله رب العزت و الجلال دست رو اثبات، چگونگیش رو به ما خبر نداد. ما میگیم که کما یلیق بجلاله، چگونه که لایق جلال الله سبحانه و تعالی است. الله در قرآن ذکر کرد در 2 جاش لما خلقت بیدی، گفت هر آن چیزی که به 2 دستم خلق کردم. گفت آدم رو الله به 2 دستش خلق کرد و پیامبر صلی الله علیه و در 2 حدیث این رو ذکر کردند. صحابگان رسول اکرم صلی الله علیه و اجماع دارند که الله دست دارد بدون کیفیت. 4 مذهب این ذکر کرد. اما کیفیت چه سوال کردن بدعت است و هر کسی که این کار میکرد گمراه است.
خیلی که همه علمای سلف بمانند ابن خزیمه ببینید از همه علمای سلفی که در این موضوع کتاب نوشته عثمان ابن سعید المنصور الدارمی ابو منصور عثمان ابن سعید الدارمی در کتاب الرد على الجهمیه و دوما امام البخاری در کتاب الرد على الجهمیه خلق افعال العباد في الرد على الجهمیه والرافضه امام البخاری علمای سلف نوشته است در صحیح بخاری در این مسئله در تفسیرش شرحش ابن حجر اسقلانی این مسئله ذکر میکنه بالاخره همه قبول دارد بجز شما بجز اشعری عقیده ابوالحسن نه ابوالحسن در کتاب الابانه دست الله اثبات میکرد نظر بکنید کتاب الابانه را دارید که شاید بابی دست الله گفته چقدر آورده است نظر بکنید به کتاب بیهقی کتاب الصفاتی که دارد بیهقی دست الله اثبات میکند شما در کدام مذهب هستید ماتریدی کلامی یگان نمود حدیث و قرآن را قبول ندارد مذهبی باطلی که دست الله این کار میکند دوست گرامی ید الله فوق ایدیهم یعنی چی؟ ید الله فوق ایدیهم دست الله سبحانه و تعالی در بالای دست اونها است به ظاهر نظر میکنیم اما این معنا ندارد که الله سبحانه و تعالی شما معنای دست شما میگید دست الله سبحانه و تعالی بالای دست شماست کدام مفسر گفته است کدام تفسیر کننده این معنا را که شما زدید گفته ما حالا به شما اثبات کردیم این این را ثابت کن شما گفتید نه شما گفتید ید الله فوق ایدیهم یعنی دست الله بالای دست شماست کدوم مفسر گفته دست الله بالای دست شماست مفسر برام بیار تمام اولا تفسیر کردید آیه را تفسیر کردید تمام ما تکرار نکنیم ما قبول داریم تفسیر میخونیم به شما اولا ما میگیم که ید الله فوق ایدیهم رو امام ابن جریر الطبری چی گفته است ومن أوفى بما عاشوا عليه فسيؤتيه أجرا عظيما إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم سوره فتح آیت دهم است والله اعلم اجازه بدید پیدا کنم اجازه بدید سوره فتح من على ان لا عند لقاء العدو انما يبايعونك الله وزه ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم سوره فتح آیت دهم است یک دقیقه اجازه بدید یک دقیقه سوره فتح ببینم من اول فتح آیه 10 درست است؟ بله. خب شما الان شما ید اللهی را به دست معنا کردید کدام مفسر این را معنا کرده اند؟ ما به این آیه دست الله را اثبات نکردیم به دیگر آیه اثبات کردیم نه دست نه شما باید این پاسخ را بدهید شما گفتید دست الله بالای دست شماست کدام مفسر فرموده اند ید اللهی یعنی دست الله بالای دست شماست ما ببینید ما اول گفتیم که اثبات دست الله سبحانه و تعالی را صفت یدین الله را ما در اساس دیگر آیات در اساس دیگر احادیث ذکر کردیم و این آیت را وقتی که شما سوال کردید ترجمه تحت لفظی کردیم که این آیت را ما همچون حجت اثبات دست نآوردیم این آیت به موضوع ما ربط ندارد برای که ما دیگر آیت را آوردیم اگر شما بخواهید که دست الله را برای اثبات کردن کدام آیت را آوردیم آیتی که ما گفتیم لما خلقت بیدی را به مرا نظر بکن اما در بالای این آیت علما صحبت های زیاد دارند بله علما هستند که به ظاهرش میگن خود ابن جریر طبری میگه که این آیت را علما دو نمود تفسیر کردند یک نمود ظاهر است دوم نمود قوت گفتند برای همین ما وقتی که دست الله را اثبات کردیم این آیت را ذکر نکردیم من دیگر آیت رو ذکر کردم این آیت رو ذکر نکردم این آیت رو همچون شبه شما ذکر کردید به من این آیت اگر معناش را علما بگن که معناش دیگر است هیچ ممکن ندارد من اما آیتی که من ذکر کردم و ما خلقت بیدی گفتم دوست گرامی ببینید شما اولا تفسیر ابن کثیر نگاه کنید تفسیر علامه امام شوکانی نگاه کنید تفسیر المنیر علامه وهب زحیلی نگاه کنید دوست گرامی اون معنایی که شما زدید درست نبود از خودتون زدید شما از خودتون زدید انا بیا من الان با این خیلی باشد من ببینم تمام اگر اینجوری که بدون احترام و بدون ادب دارید صحبت میکنید احتیاط باشید که به ادبی خوب نیست من بار دیگر به علمی به خود شما صحبت میکنم و میگویم که وقتی که من صفت دست الله را اثبات کردم این آیت را نآوردم
حالا آوردن این آیت و معنیش رو دیگر گفتن خود شما به موضوع ربط ندارد. من دیگر آیت آوردم، این آیت رو به من شما آوردید و من گفتم که بله علما میگویند این معنی رو هم میگن و دیگر معنی رو هم میگن، زیرا که این مسئله است که علمای سلف دو سه صحبت های گفتند، اما آیتی که من برای اثبات دست الله آوردم دیگر آیت بود. همه شاهده که من این آیت رو همچون حجت نوردم. برای همین از موضوع بیرون نشو، از موضوع بیرون نشوید. از موضوع بیرون شدن این باطل است. آیتی که من آوردم بیا به همون آیت نظر میکنیم. الان همون آیتی که من حجت آوردم لما خلقتو بیدی، تفسیر این آیت رو چرا شما ببینید شما اصرار معذرت میخوام، البته بنده بی ادبی نکردم به شما. نه دورت بی ادبی نه به نهایت دورت بی ادبی میکنید. نه ببینید دورت بی ادبی، با وجود این که من اینقدر صبر کردم، اینقدر احترام کردم، این برادر رو گفتم خاموشی، من با احترام انمی بی ادبی شما این است که صحبت رو نمیگذارید که صحبت بکنم. یک بی ادبی دوم این است که اون آیتی رو که من برای اثبات دست الله نآوردم شما همون آیت رو ذکر میکنید و در اساس همون آیت میخواهید که دست الله رو انکار بکنید. اگر شما قلتی ادب، خاموش باشید، اگر شما قلتی ادب نمی داشتید، اگر شما ادب می داشتید همون آیتی رو که من قرائت کردم شما همون رو در بالش صحبت میکردید. من این آیت رو همچون اثبات دست الله ذکر نکردم، اگر چی که ابوالحسن الاشعری این آیت رو ذکر کرده است، من دیگر آیت رو ذکر کردم. چرا در بالای آیتی من ذکر کردن نمیروید؟ خلقت بیدیه کدام آیه هست؟ خلقت بیدیه کدام آیه هست؟ خلقت بیدیه کدام آیه هست؟ بگید. خدا شما خودتون به خاطر خلقت بیدیه کدام آیه هست؟ بگید. میریم به مرحمت. حالا میبینیم سوره صاد آیه 75. من حالا تفسیر تبری یکی از علمای سلف رو ذکر میکنم. الله سبحانه و تعالی میگه قال یا ابلیس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين. قول في تأويل قوله تعالى قال يا ابلیس آیه میگه بالاخره يقول تعالى ذكره قال الله لإبليس إذ لم يسجد لآدم وخالف أمره يا إبليس ما منعك أن تسجد. يقول أي شيء منعك من السجود. الله به شیطان میگه که تو را چی من کرد که سجده بکنی؟ لما خلقت بيدي. در اینجا ابن جریر میگه که یقول الله میگه لخلق یدی، هر آن چیزی که خلق کردم به دستم. يخبر سبحانه وتعالى ذكره بذلك أنه خلق آدم بيديه. ابن جریر تبری میگن که الله در این آیت خبر میدهد که الله آدم را بدو دستش خلق کرده است. انه خلق آدم بيديه كما حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد إلى آخره قال سمعت مجاهدا يحدث عبد الله بن عمر قال خلق الله أربعة بيديه. الله چهار چیز رو به دستش خلق کرده است: العرش و عدن و القلم و آدم. عرش و عدن، جنت عدن و قلم و آدم رو. ثم قال لكل شيء كن فكان. و بعد از اینکه چهار چیز رو به دستش خلق کرد باقی مانده چیزها رو الله گفت که کن بشو فکن و بشد. و قوله استكبرت يقول لابلیس تعظمت عن السجود لآدم تمام. انا میگم پس ما همین آیت رو ذکر کردیم، سوره فتح آیتی در رو ذکر نکردیم، برای که ما میدونیم که در بالای این آیت بعضی از شبهات رو اهل بدعت و ضلالت میآورند. برای همین ما او آیت رو ذکر نکردیم، آیتی واضح و محکمات رو ذکر کردیم. اما چخیلی که الله میگوید اهل زیغ، کسایی که در قلب مریضی دارند، آیتی محکمات رو میمونند به متشابهات میرند. مرحمت سوره صاد آیه 75 ابن جریر تبری آشکار یدی گفته است، دو دست یدیه. مرحمت اگر شما تفسیر ابن جریر تبری داشته باشید خود شما قرائت بکنید، هر کسی که اینجا پایان هست قرائت بکند، مشکلی نداره. خب دوست گرامی ببینید شما گفتید آیه چند است؟ بفرمایید. حالا آیه چند است؟ من چند مراتب به شما میگم. کتاب آوردم، کتاب بنده کتاب آوردم. شما سوره صاد آیه 75. خب شما فرمایشاتون ادامه بدید، بنده گوش میدم تا پیدا کنم. شما گفتید همین
آیت رو کدام مفسرین دست گفته است. من سوره این صوت آیت 75 رو باز کردم و تفسیر ابن جریر طبری رو به شما قرائت کردم. مرحمت که یدی آمده است، یگان اینجا این کار نیست. اگر لازم باشد دیگر تفسیرها رو من به شما گشته و برگشته میخوانم، یگان مشکلی ندارد. باشه دوست گرامی، اما دوست گرامی اگر بله مثلا من میگم کسانی که میگن خداوند دست دارد، آیا مشابه به مخلوقات نمی شود، تشبیه به مخلوقات نمی شود، به سوی سوال جسم خوب است. احسنتم، سوال خوب است. بله به سوی سوال خوب جسم است. نمی رود، به سوی جسم. سوال شما رو بله سوال شما رو درک کردم. هر کسی که اثبات کردن صفات دست الله یا دیگر صفات ذاتی الله دو نمود است. هر کسی که دست الله را اثبات کند و چگونگی دست را اثبات کند، گوید که دست الله به مانند دست انسان ها است، انگشتاش به مانند دست انگشت ها است، استخوان دارد، گوش دارد، این چنین صحبت بکند، این مجسمه هست و این به کفر واقع شده است. اما کسی بگوید که الله در قرآن گفت که الله دو دست دارد، اما ما نمیدانیم که این دست الله چگونه است، چگونگی را ما اثبات نمیکنیم، این به جسم به تشبیه هرگز ربط ندارد. تشبیه چیست؟ تشبیه مانند کردنی الله سبحانه و تعالی به یگان مخلوقاتش ما مانند نمیکنیم. مانند کردن رو کفر میدونیم، ما اثبات میکنیم. من تفسیری وسیط رو میخونم. در تفسیر الوسیط در زیر همین آیات مفسرین میگن که قال یا ابلیس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي و مذهب السلف في مثل هذا التعبير. مذهب سلف در مثل این چنین تعبیر ان الید همانو که دست ید مفرده او غیر مفرده. دست وقتی که در قرآن مفرد به صیغه ید یعنی یک دست، یا که مفرده غیر مفرده جمع بیدیه بدو دست می آید. اذا وصف الله سبحانه و تعالی بها ذاته، اذا وصف الله سبحانه و تعالی بها ذاته فهي ثابته له. زمانی که الله همین صفت ید رو همچون وصف خودش در قرآن ذکر میکند، به ذاتش وصف میکند، پس این صفت به الله ثابت است. على وجه الذي يليق بكماله. انا اینجا نقطه مهم، به همون وجهی که لایق به کمال الله است. یعنی ما این صفت رو تشبیه نمیدیم، بلکه میدیم که الله اعلم چگونه بودنش رو الله میداند، فقط الله دست داره، تمام. مع تنزیه سبحانه و تعالی عن مشابهته للحوادث. ما وقتی که این صفت دست رو به الله اثبات میکنیم همچون صفت، در همین عین وقت ما تشبیه دادن الله به مخلوقات رو، یعنی چگونگی دست الله به مانند دست مخلوقات است یا نیست رو انکار میکنیم. تشبیه نمیکنیم دست الله رو، دست به الله اثبات کردیم اما چگونگیش تشبیه انکار میکنیم. و مذهب الخلفی، مذهبی خلف، حالا ما مذهبی سلف رو گفتیم، انا که مذهبی خلف میگیم. مذهبی خلف بعد از سلف آمده ها، اینا کی هستند؟ اشعری و معترضین گمراه ها میگن که تأویل الید بالقدرت او النعمه. کلمه ید رو اینها مذهب الخلف تعویل میکنند به قدرت و به نعمت و تسنیت فی یدی لتأکید دل علی مزید القدرت فی قلب. درسته بنده بر این عقیده هستم. این مذهبی سلف نیست، این مذهبی خلف است. گفته شدن مفسرین نظر بکید به تفسیری وسیط. مذهبی خلاف و مذهبی باطل است گفته شدن. پیامبر مگر نگفتند که به مذهبی صحابگان تابعین تبع تابعین پیوند چنگ بزنید؟ شما چنگی که زدید به مذهب. دوست گرامی معذرت میخوام، این عقیده ماتریدی و اشعری بود، درسته؟ گفت ید به معنای قدرت و مجاز هست شده، قدرت و نعمت و ایناست، درسته؟ این نه عقیده ببینید، بله ببینید، عقیده ماتریدی بود و عقیده مذهبی اشعری بود. خودی ابوالحسن الاشعری در کتاب الابانه من اصول الدیانه باب اثبات ید دارد. ابوالحسن الاشعری توبه کرده و ید الله، انگشت الله اثبات میکند. خواهش میکنم کتاب باز کنید، کتاب ابوالحسن الاشعری باز بکنید. برادرها طالب علم ها، همین کتاب حالا من در کوچه هستم، در پارک، در یک بیرون، در دستم نه کتاب است نه چیزی است. هر کسی که دارد همین کتاب خواهش میکنم رسم بگیرید، سخن ابوالحسن الاشعری از کتاب الابانه من اصول الدیانه باب الید رو گذارید اینجا، رسمش رو، تا که ایشون ببینن. زیرا که امام اشعری چی فرموده است؟ امام اشعری فرمایش ابوالحسن الاشعری فرموده است که ما دست
کلمه یدیه که در قرآن آمده است اثبات میکنیم که الله دست دارد، اما کیفیت و چگونگیش رو نمیدونیم. ما تعویل کرده معنای ید رو قدرت و قوت نمیگوییم. میگید در کتاب آدرس کتاب کدام بود ببخشید؟ الابانه من اصول الدیانه. یک دقیقه ببخشید من یادداشت کنم، یک دقیقه ببخشید. آدرس کتاب، صفحه را یاد داری؟ صفحه؟ نه صفحه رو یاد ندارم. طبعه ها مختلف است. طبعه ها مختلف است. خب باشه. نام کتاب الابانه من اصول الدیانه. الابانه من اصول الدیانه. برادرهایی که اینجا طالب علم هستین خواهش میکنم همین کتاب برادر ابو عبدالرحمن ببینید، اسکرین شات کنید، بیاد من خودم اولو میبینم. اولو من خودم به شما ارسال میکنم کتاب رو. حالا یک لحظه. الابانه من اصول دیانه، درسته؟ بله. بس اونجا امام اشعری فرمودن ما اعتقاد به ید داریم ولی کیفیتش رو نمیدانیم، درسته؟ بله درسته. اینجا این کتاب درباره اسما و بسیارتر درباره صفات است. همه صفات هایی که مذهب اشعری ها امروزه مذهب اشعری و همه صفات هایی که مذهب ماتریدی ها و خود ابو منصور ماتریدی تعویل میکند و به الله اثبات نمیکند، ابوالحسن الاشعری همه این رو رد میکند در همین کتاب و در کتاب دیگرش هم اینچنین. خب دوست گرامی، من نظر در این مورد نمیدم، هیچ نظری بنده نمیدم. انشالله خدا اگر توفیق بده بعداً تحقیقات انشالله بشه این موضوع را انشالله، چون بنده خود کتاب را ندارم و باید بالاخره زیاد تحقیق این چیزا بشه، فعلا اون موضوع را زیاد بنده بحث نمی کنم چون معلومات کافی در این مورد ندارم. بهترین بیاید من فقط اجازت بدهید بیاید من همین لفظی سخن ابوالحسن الاشعری را بخونم. باشه؟ اجازت بدید. ابوالحسن الاشعری چی میگه؟ ابوالحسن الاشعری حالا من به همون بابی که به شما گفتم، من نامی باب آیسته رفتیستم. ببینید ابوالحسن الاشعری چقدر صحبت زیاد گفته است. حالا من همین به صفحهش رفتیستم. یک لحظه به صفحهش میروم. اولا اثبات من الكتاب على ان اثبات اليدين لله سبحانه وتعالى. قال ابلیس وما كان شد ما ثبت عبد الله بن عمر اربعه اشیاء ما اینها را به شما حالا سخن ابوالحسن الاشعری از کتاب الابانه. الحسن ببینید قوله سبحان الله کمی از دستم کتاب رفت. الاشعری ابوالحسن الاشعری قال الامام ابوالحسن الاشعری حتی اینجا مناظره میکند. ابوالحسن الاشعری مناظره میکند به اشعری ها. فان قالوا لان اليد اذا لم تكن نعمه لم تكن الا خارجه. و مناظره میکند در کتاب ایبانه. کتاب ایبانه رو صفحهش رو نظر بکنید به صفحه الابانه. الابانه صفحه 135. چند؟ صفحه 135 کتاب خود ابوالحسن الاشعری. 153 یعنی 153. بله 153. بله. بابو ببینید ابوالحسن الاشعری انا که کتاب دیگرش رو میگم، مقالات الاسلامیین گفتگی کتاب دوم دارد با خودی همون ابوالحسن الاشعری. در اینجا میگه باب قول المعتزله في وجه الله واختلفوا هل يقال لله وجه ام لا وهم ثلاث فرق. فالفرقه الاولى منهم يزعمون ان لله وجها هو والقائل بهذا القول ابو الهذل. يعني بمعتزله راد مثلا در مساله میگوید وقال في موضع آخر وقولهم في العين واليد وأجمعت المعتزلة بأسرها على إنكار العين واليد. معتزله ها هستن. ابوالحسن الاشعری میگوید که معتزله ها هستند که چشم الله عین و دست الله را انکار میکنند. وافترقوا في ذلك على مقالتين. و خودشان معتزله ها در بین همین انکار به دو قسم اختلاف شدند.
سبحان الله. فمنهم من أنكر أن يقال لله يدان، وأنكر أن قال أنه ذو عين وأن له عينين، في معنى ذلك إلى أن اليد نعمة، وذهب في معنى ذلك إلى أن اليد نعمة، وذهب في معنى العين إلى أن، يعني معتزله ها یا قسمشون بالکل این کار میکردن، یا قسمشون میگفتن که معنای ید قدرت و نعمت. این مذهب معتزله ها است میگه. و در کتاب الابانه میگه خودشون معذرت میخوام، من خیلی که گفتم خودشون اثبات میکنن. میگه که قول عز و یبقى وجه ربک و انکروا ان له یدان مع قول سبحانه خلقته بیدی و انکروا. ببینید انکار کردند دست الله رو، در حالتی که الله میگه که الله دو دست دارد میگه. فهمیدید؟ در اینجا آشکار انکار اثبات کرده شده است. بارک الله فیکم. و در جای دیگر ببینید الکی میگه کلام ابو الحسن الاشعری میگه و ان له یدین بلا کیف، همانو که الله دو دست دارد بلا کیف، بدون کیفیت، یعنی بدون چون و چرا، چگونگی او را ما نمیدانیم، اما ما میگوییم که دو دست دارد بلا کیف، کما قال تعالی خلقت بیدی، و کما قال بل یداه مبسوطتان. این آیت دوم است. آیت دوم دلیل میگیریم بلکه دو دست الله باز است. و ان له عینین، و همانو که الله دو چشم دارد بلا کیف، بدون چون و چرا، چگونه که الله کما قال تجری باعیننا، سوره قمر آیت 14. و ان له وجها، همانو که الله وجه دارد، روی دارد، کما قال و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. مرحبا نظر بکید به کتاب الابانه، چخیلی که ما کمی پیشتر به شما بیان کردیم. و این سخنی که ما گفتیم در کتاب الابانه از ابوالحسن الاشعری ثابت شده است. بارک الله فیکم. بالاخره ممنونم. انشالله بنده هم یک ببینید این سخنی که ما خوندیم در کتاب الابانه صفحه 125 است. خواهش میکنم نظر بکنید. بله. حالا دوست گرامی این موضوع بالاخره هرچند بنده تخصص در کلام ندارم، چون علم کلام بنده اطلاع کامل ندارم. اگه شما اجازه بفرمایید یک سوال از شما میپرسم. بفرمایید. دوست گرامی توسل به انبات مدد و استعانه و استغاثه از انبیا و اولیا شما چطور مطرح میفرمایید؟ استغاثه به معنای این که طلب کمک، طلب امداد از انبیا و اولیا. بله بله کسی مثلا مدد یا رسول الله، مدد یا انبیا الله بگوید یا برود سر مرقد از آنها طلب دعا بخواهد. این بله چجور این را من به سوره یونس آیت 106 جوابش میگم، و به سوره زمر آیت 3 و به سوره مؤمنون آیت 117 و به سوره کهف آیت 103 تا 105 و یک چند آیت های دیگر جواب میگم. یکمین سوره یونس آیت 6 آیت 106 الله سبحانه و تعالی میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمین. دعا نکن هر کسی را که به تو فایده و ضرر رسانیده نمیتواند، و همون زمانی که همچنین کردی، یعنی مرده ها را یا کسی دیگری که به تو ضرر یا فایده رسانیده نمیتواند از او طلب مدد یا کمک کردی، فإنک اذا من الظالمین، پس تو از جمله ظالمان هستی. ابن جریر طبری میگویند، صبر بکن، ابن جریر طبری میگویند شما مرده گفتی، در کجا اونجا مرده گفته؟ شما تدعو را به معنا دعا معنا کردید و غیر را به معنا مرده معنا کردید. این در کجا آمده است؟ نه ما معناش رو بیان کردیم. تدعو همین طلب دعا کردن است، یعنی از او طلب کردن است یک چیزی رو. تدعو تدعو به معنا ببخشید ولا تدعو. ببینید یک لحظه ابو عبدالرحمن، یک لحظه. بله ابو عبدالرحمن چی میگه؟ این اشعری ماتریدی است، رافضه است. بوکه ندارد با ما فرق ندارد کی است. ما به مردم میخوایم بیان بکنیم، به ما بیان کردن به ما مهمی نیست. الله سبحانه و تعالی کلمه تدعو از کجا گرفته شده است؟ شما کلمه ولا تدعو، صبر، آداب
آداب و اخلاق را آقا خودت اولین باید کسی که دعوای آداب میکنی اینجا سوال کردی خاموش باشید و آداب را رعایت نمایید. باشه خاموشی. کلمه تدعوین ولا تدعو، دعا نکنید یعنی نخوانید یعنی از کسی چیزی را طلب نخوانید که قدرت و توانایی امر را نداشته باشند. یعنی همون کسایی که به تو فایده رسانیده نمیتواند و به تو ضرر رسانیده نمیتواند از اونها طلب نکنید. اگر طلب کردید شما از جمله ظالمان هستید. ابن جریر طبری میگه که ظالمان ای مشرکان هستید. در تفسیر سعدی آمده است که کلمه ظالمان مشرکان هستید، یعنی هر کسی که طلب مدد میکند از انبیا و اولیا که اونها زنده نیستند، اگر زنده باشند به نزد یک اولیا روی گو که به من کمک کن، قرض بده من پول ندارم، به پیامبر روی بگو که به من کمک کن یک دعایم بکن. پیامبر اگر زنده باشد حاضر زنده باشد و سخن تو را گوش بکند فهمد، بله این قادر است میتواند. اما وقتی که وفات کرد و مرده هست به سری قبرش رفتی و از او طلب کردی و مانند رافضه ها و صوفی ها ماتریدی اشعری ها، در این حالت این چنین انسان مشرک است و این را الله میگوید و تمام مفسرین سلف صالح انا همچنین کسی را که توسل گرفته است مشرک میگوید. دلیل دوم، سوره زمر مشرکین قریش را الله سبحانه و تعالی بیان میکند. مشرکین قریش چگونه مشرک بودند؟ خودشان را امت ابراهیم میگفتند، خودشان را مسلمان میگفتند، نکاح داشتند، ختنه داشتند، طلاق داشتند و غیره و غیره. و اینها برای چی مشرک شدند؟ اینها رفتند به خودشان لات منات عزا هیکل های را به نام انسان های صالح تراشیدند و میگفتند که بین ما و بین الله اینها واسطه هستند و از اینها طلب چی میکردند؟ دعای ما را به الله رسانید و دعای ما را رسان مدد کو میگفتند. چه که الله در سوره زمر این کیفیت را ذکر میکند و میگوید که الذين اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. مشرکای قریش رفته گفتند که ما اینها را عبادت نمیکنیم، مرده ها را یا که این آدم های صالح را عبادت نمیکنیم، بلکه ما اینها را بین خود و بین الله برای نزدیک شدن به الله، تقرب الی الله واسطه میگیریم. الله چی گفت؟ الله به بالای اینها حکم میکند. الله هرگز دروغگویان شدید سخت دروغگویها و کافرهای سخت را هدایت نمیکند. پیامبر اومدن اینها را تکفیر کرد. الله سبحانه و تعالی در سوره مومنون آیه 117 میگه و من یدعو، سوره مومنون آیه 117 چی است؟ و من یدعو مع الله الها آخر، هر کسی که همراه الله یک اله دیگری را چی کند؟ دعا بکند، بخواند. دعا در زبان عربی به معنای دو معنا می آید، یا این رو میگن الدعوه، توحید الدعوه یا که شرک الدعوه میگن. دعوه دعا، طلب کردنی جلب المنفعه یا دفع المضره، این دعا به من کمک کن، به من یاری بده یا بلای مرا نابود کن و غیره، یا که به او رفته طواف کردن و ذبح کردن و عبادت کردن رو، هم عبادت و هم دعا، همین یدعو هر دوش رو در بر میگیرد. الله میگه که و من یدعو مع الله، هر کسی که همراه الله یک اله دیگری رو دعا بکند، از اون مدد خواهد، اله آخر لا برهان له بی، در حالتی که گم برهان ندارد، فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون، الله کافران را نجات نمیدهد. در اینجا هم الله سبحانه و تعالی تکفیر کرده است. و در جای دیگر الله سبحانه و تعالی خوب دقت بدید میگوید امروز کسایی که اولیاء پرستند و انبیا پرستند بعد از مرده به سر قبر پیامبران میروند و به سر اولیاء میروند و از اونها طلب مدد میکنند، الله میگه که لو عباد امثالكم، آیت حالا همینجاش به خاطرم اومده است، اولی وقت به خاطرم نرسید. عباد امثال لكم ان تدعوهم لا يستجاب لكم لا تسمعوا دعاءكم ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم و یوم القیامة یکفرون بشرککم. الله میگه که این کسایی که مرده هستند، اولیا یا انبیا یا کسی نباشد، عموم همه رو میگه، وقتی که رفته دعا میکنه دعای شما رو نمیشنوند. میگه
و میگوید که اگر شنوند بناگاه شنوند هم ولو سمعوا ما استجابوا لكم شما به اجابت کرده نمیتوانند، دعای شما را اجابت کرده نمیتوانند. و یوم القیامت یکفرون بشرککم و در روز قیامت به این شرک شما کفر می‌ورزند. الله در اینجا گفت که دعا کردن یک انسانی که انبیا یا اولیاء که مرده هست در سر قبرش رفته طلب کمک کردن، این چی است؟ این شرک است. این دلالت میکرد که هر کسی که مدد طلب میکرد این کفار و مشرکین است، به مانند اینکه رافضه ها کفار هستند، قبوری ها کفار و مشرکین و مرتدین هستند. با همین صحبت من به پایان رسید. من خیلی در یک نصف شبی در درون یک پارک با همین صحبتم رو به خاتم میرسانم. الحمدلله قائم الحجت شد. ابو عبدالرحمن صحبت رو دوام بدید. آداب همین است. موضوع خیلی بریم برو. شما دوست گرامی اجازه بدید بنده صحبت بفرمایم. اولا شما که فرمودید این یدعو به معنای دعا هستش، شما تفسیر علامه قرطبی را نگاه بکنید. قوله ولا تدعو ای لا تعبدو. اولا تدعو به معنای تعبدو هستش، به معنای دعا خواندن و فریاد کردن نیست. این از این. شما بعداً گفتید و من یدعو من دون الله. یدعو علامه تعبدو را توجیه بگو. صبر ابو عبدالرحمن ببینید میگه که عبادت نکنید. دعا به تو سوال است محمد جوان، دعا عبادت است یا نیست؟ بگو انا کنون آداب رو که انا کنون نه ببین من به تو گفتم، من وقتی که تعویل میکنی، وقتی که بی ادبی میکنی، من هم به همون مثل خودت معامله میکنم. من حالا گفتم شبهه لازم نیست. تو میگویی معذرت خواهی میکنم، شما میگوین که تدعو را دعا را این به تدعو آوردید، در این دعا قرطبی این را عبادت میگه. سوالی من این است که دعا عبادت است یا نیست؟ دعا عبادت است یا نیست؟ به من بگو. همه دعا عبادت نیست، نخیر. نامعقول کردی. پیامبر صلی الله علیه و آله میگن الدعاء هو العباده. دعا عبادت است. پیامبر چرا دعا عبادت است گفتن؟ تفصیل نکردن. همه نمود دعا عبادت است. اگر طلب کمک کنی یا که دعا چیست خودش در زبان عربی؟ الدعاء جلب المنفعتی و دفع المضره. یا جلب منفعت میکنی، یگان چیزی خیری رو طلب میکنی، یا یگان چیزی ضرر آور رو از خودت میخواهی دور بکنی. انمین است دعا، جلب المنفعتی و دفع المضره. انمین عبادت است و یگانه از الله طلب کرده میشد. پیامبر گفتن الدعاء والعباده. این دلالت میکند. این بار دیگر میگم نه کسی که اینجا هست خاموشش بکنید، خاموش بکنید برادر عزیز. کسی که اینجا هست خاموش بکنید. این انسان آداب ندارد، اخلاق ندارد. اهل بدعت یعنی خیلی ناانصاف و کثیف هستند. برادر عزیز موضوع ما چی بود؟ ما در کدام موضوع داشتیم صحبت میکردیم؟ مگر در بالای عرش بودن الله نبود؟ ما نقطه گذاری در بالای عرش بودن الله نکردیم؟ آمد به صفت دست در آمد، بله رفتیم آداب رو رعایت نکرد، از موضوع بیرون باشه در باره صفت دست صحبت کردیم. از او برآمد به مسئله دعا در آمد، یک سوال گفت، سوالش به جواب دادیم. حالا دارد میخواد که ما تا پگاه روزی هم این صحبت بکنیم. نقطه گذار رو کردیم. این انکنون ما چی میگیم؟ خلاصه من به همین من بیرون میشم. این انسان یک انسان مذبذب گمراهی هست، دارد به اهل سنت و الجماعت بازی میکند. آشکار واضح گفت من دست الله را انکار میکنم. گمراه هست. اون عقیده که در بالای عرش الله دارد حالا به آخر نرسید. این به این معناش رو میگوید که الله در بالای عرش به عظمتش میگوید، یعنی عظمت بزرگی الله اثبات کرده. ذات خودی الله رو در بالا بودنش رو باز به این طرف و اون طرف کشونده شده است. برای ما میگیم یک مذبذبی گمراهی که جاهلی که نه مذهب اهل سنت رو با خبر است، نه مذهب ماتریدی رو با خبر است، نه مذهب اشعری رو با خبر است. والله اعلم کدام یا جاهل است یا کدام رافضه بیش نیست. آداب میگد. آداب چی است؟ آداب از یک موضوع بیرون نشدن است. همیشه میگد که شما به من وقت ندادید، ما به خودت خود تمام شدن وقت دادیم. برای همین صحبت من به پایان رسید. من هر آن چیزی که میخواستم صحبت بکنم صحبت کردم. یک گمراه بیش نیست باید توبه بکند. و السلام علی من اتبع الهدى.
برادر عبدالرحمن خودت شما صحبت بکنید اگر صحبت من کردن بخواد. شما من قرطبی این روز در دینداری ما، در حجت آوردن ما، ذره به حجت آوردن ما رو برو شده نمیتوانند. مقابل حجت ما یگان مراتب اهل بدعت رو دیدید که حجت بیارد. ما وقتی که در یک مسئله قرآن سنت سلف میگیم، یگان مراتب دیدید که اونها هم قرآن سنت سلف گفته باشند. فقط شبهه میکوند، فقط راه گریز، فقط کلام. لااقل امام های خودشون نمیدونند. این حالت این انسان نیست. همه اهل بدعت همچنین است. و این چی را نشان میدهد؟ این نشان میدهد که الحمدلله این راهی که اهل سنت و الجماعه دارند، راهی انا همه صحابگان سلف صالح، انا من راه گرفته ما راه حق است، راه علم است، راه شبهه، راه تردد، راه شک نیست. این انسان ببینید در مدتی که صحبت کردیم در باب توحید اسما و صفات همیشه شبهه دارد. اگر که من خبر ندارم میفهمم نمیفهمم. شبهه ما میگیم هر کسی که در دین شبهه دارد متردد است، کافر است. شکننده اسلام از زبان، از دل، از عمل و از شک به وجود میاد. هر کسی که در توحید اسما و صفات در اصولش و غیره شبهه داشته باشد کافر است. ما های اهل بدعت رو همیشه همچنین میبینیم که نه خیرخواه برای خودشان نه خیرخواه برای دیگرها. به هیچ کسی خیرخواه نیستند. لااقل خودشان رو از عذاب جهنم نجات نمیدهند. چگونه اینها خودشان رو اهل بدعت نجات بدهند؟ یگانه راهی که اهل بدعت میتوانند خود را نجات بدهند با انصاف باشید، کتاب‌ها را بگیرید خوانید. شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب قبول نداری بگذار، ابن تیمیه را قبول نداری بگذار، برو به سلف. کتاب احمد ابن حنبل، حرب ابن اسماعیل کرمانی، خلق افعال العباد، الامام البخاری و احادیث، همه احادیث کتب حدیث رو نظر بکنید. در باب دست الله، در باب اثبات دست الله باب دارد، موضوع دارد. سبحان الله. اما اینها برآمده اند علمایی که مذهب اشعری و ماتریدی که بعد از سلف صالح به وجود آمد با 4 مذهب برابر کرده شده است. 4 مذهب گجو این گجو تلبیسات، آمیخته کنی حق و باطل، بازی، فریب. باور بکنید همه صوفی ها رافضه ها همچنین هستند. از این باید چی آموزیم؟ از این باید آموزیم که ای مردم، ای ملت مسلمان، ای مسلمان ها، شما احتیاط باشید. انا همچنین گرگ ها در سر راه دین شما هست. هر روز انا همچنین انسان ها میخواهد شما را شکار کند و به جهنم برد. دشمنان دین شما، دشمنان اعتقاد شما. این انسان حالا الله را نشناخته است. این انسان اگر الله را میشناخت اینقدر صحبت زیاد در بالای عرش بودن الله و در بالای دست الله و چشم و روی نمی کردیم. حالا که مسئله را انا همون امام البیهقی که احترامش میکنند از یک جانب، از جانب دیگر احترام نمیکنند در کتابش وجود دارد. اما کسی که حق میخواهد حق واضح است. کسایی که در پایان هستید در کامنتر بنویسید که حق واضح است یا ناواضح. پیامبر گفتند که انا ترکتکم فی منهج البیضاء، انا ترکتکم فی محجة البیضاء. من شما را در یک محجه بیضاء، راهی روشن و واضح گذاشتم. قسم با الله اگر همین سخنهایی که امروز گفته شد واضح مگر نبود؟ سخن پیامبر تصدیق شد یا نشد؟ همه سوال ها جوابش واضح است. با میگه که من علمی کلام ندارم. علمی کلام از صدقات باشد ما آموزنده علمی کلام گمراه میگیم، آموختن علمی کلام حرام میگیم. شاگردی ابو حنیفه اولین سخنی که شروع میکند آموختن علمی کلام رو حرام میگه. ابو یوسف یعقوب. بله بفرمایید ابو عبدالرحمن. بخش زیاد استادی کذاب است. اینو اولی در اومد من گفت که از علمی منطق آموزه. من کمیزه بودم که علمی منطق آموزه. بله این صحبتاش خیلی دروغ است، خیلی دورد از این جو از اون جور هر طرف داخل میشد. لیکن مقصدی من این نبود.
من از این صحبتی که با این جاهل گمراهی فریب دهنده والله اعلم کردم، مقصدم دو چیز بود. اولین چیز، من خواستم به شما برادرها و خواهرهای مسلمان نشان بدهم که اون تهمتی که اهل بدعت در حق ما میکنند و میگن که بی ادب است، دروغ است. ما والله انصافی که داریم، ادبی که داریم، ذرهش رو اهل بدعت ندارند. اگر اینها خیانت نکنند، بی ادبی نکنند، خودشون به دیوانگی ناندازند، ما خوب وقت میدیم و خوب صحبت میکنیم. اما امروز دیدید بی ادبی اینها چی است؟ بی ادبی همین است که از موضوع بر آمده گریخته رفتن. شما یک چند بار صحبت من رو دیدید و دیگر برادرها رو دیدید که به اهل بدعت صحبت میکنیم، مرحمت تاخیر به آداب صحبت میکنیم. اینها فقط ما رو به خاطر چی بی ادب میگن؟ به همین واسطه میخواهند که شما رو از مردم رو از ما دور بکنن. مقصد اولی من همین بود که شما فهمید که ما به نهایت با ادب و اخلاق صحبت میکنیم. نقطه دومی که به خاطر همین بر آمدم و صحبت کردم این بود که ما وقتی که با همچنین انسان‌های گمراه صحبت میکنیم، شما حق رو ببینید که چقدر ظاهر است. شما ظاهر شدن حق رو، قوه حق رو، قوی بودن حق رو ببینید. این چنین ما رو ببینید، ما کی هستیم و اهل بدعت کی است. حجت ما رو نظر بکنید که ما چگونه صحبت میکنیم. آیا برادرهای عزیزم یگان مراتبه به شما یگان باب عقیده رو گفتیم که من همین خیلی میگم، من نمیدونم، انا این است، خواهی همین نخواهی نه، همین خیلی صحبت کردیم؟ اوچم گفت، بابام گفتیم؟ نه والله. ما گفتیم قال الله و قال الرسول و قال الصحابه الكرام. همین منهج ما است و در اساس منهج به شما فهمونیدیم. شما ببینید که ما چی میگوییم. قال الله، قال الرسول، قال الصحابه. کتاب ها صفحه کتی. اهل بدعت یگان مراتب دیدید که قال الله، قال الرسول و قال الصحابه گفته باشد. من میگویم میگم اهل بدعت ما میگیم که قال الله، قال الرسول، قال الصحابه. اهل بدعت میگه که من میگم. 4-5 علمایی که همین روز هست یا نیست، همین علماهایی که بعد از 1000 سال، 1200 سال و 300 سال پیامبران است، همین ها رو میگه. اینه باید فرقای آموزید. بعد از این من خواستم که این چنین آموزید که برادرهای عزیز ما چگونه دلیل بیاوریم. یعنی شما یک بار بیاموزید که چگونه بحث و مناظره کرده شود. با اهل بدعت ما چگونه باید بحث و مناظره بکنیم. هرگز نهراسیم. هرگز ما به اینها، به مردم، به دیگرها نشان هم ندیم که اینجا یگون کمی ما شد. نه والله ما در دینمون یقین داریم، در اعتقادمون یقین داریم، به هر یک سخنمون صدها دلیل داریم و شبهات این را جواب میگیم. از کجا در آمدن اهل بدعت و از کجا اینها را زده و برآوردن همیشه میدونیم. و آخرین نکته که من میخوام شما بفهمید این است که شما باید بدونید که انا میروز آموزید که دین ما در اساس قرآن و سنت و فهم سلف است، در اساس علم است، و در اساس منهج است. اما علم این دینداری اهل بدعت در اساس هوا و هوس، در اساس تعصب، تقلید کورکورانه و در اساس بازی و انکار و فکر و اندیشه. اهل بدعت خودش نفسش امام خودش است. هر اهل بدعتی رو که دیدم نفس پرست است. نفسش رو فقط بالا میگیرد، از همه چیز بالا میگیرد. من میگویم که من اینم که من ویم که یگان مراتبه نمیگد که این قرآن، آیت قرآن، این تفسیر، انا این حدیث، انا این قول سلف رو ندیدید. شما بالاخره فهمیده ایستادید حق ظاهر شده ایستاده است یا نه؟ اگر همین بحث ها اگر خوب دقت بکنید حق ظاهر است الحمدلله. اما ما نمیگذاریم که از آداب ما کسی این چنین شما باید آموزید که ما نمیگذاریم که از آداب ما کسی استفاده برد و این چنین ما نمیگذاریم که کسی بگوید که شما بیادابین و ما را به همین سخن مسخره کند و ما را خاموش کند. نه. آداب جای خودش است. آداب چی است؟ آداب خاموش ایستادن نیست. وقتی که
آداب میگد این خیلی نیست که ما خاموش استیم و هر چیزی دروغی که او میگد ما خاموش باشیم. نه، آداب همین است که وقتی که فهماندی یک مرتبه دو مرتبه دیوانگی کرد، آداب به پایان رسید. برای همین آداب رو هم خوب فهمید. همین بود برادر عزیزم. الحمدلله که حق رو ظاهر کرد و باطل رو هلاک گردانید و دعا میکنیم که این صحبت ها رو سبب هدایت شدن مردم گرداند. در باب ید الله دیدید که چقدر سخن شد. شما با خبر شد که الله دست دارد بدون چرا چشم دارد، پا دارد. بیان کردیم که این اما چگونگیش ما نمیدونیم. و بعد از این گفتیم که هر کسی که طلب مدد میطلبد از کسی که حاضر نیست و قادر نیست، دو تا شرط، حاضر و قادر نیست. مثلا یک کسی که مردگی هست، آیا حاضر است؟ نه. قادر است؟ نیست. از وی رفته طلب کمک کنی کافر میشی. قشقوره کشته طلب کمک میکنی، شتور کشته طلب کمک میکنی، از پیامبر میکنی، از کسی کنی کافر میشی. آیاتهای قرآن گفتیم. اما یک آدم زنده باشد، پیش یک برادرت برفتی، حاضر است، قادر است، به وی گفتی که به من کمک بکن، لباسم رو بده، به من آب بده، این مسئله دیگر مسئله است. رافضه ها همین خیلی شبهه میارن. صوفی ها انا رفته به برادرت کمک میکنی که انا این خیلی میکنی، این دیگر چیز است. زیرا که این حاضر است، حاضر در پیشت هست و قادر است. قادر است. به من فرزند دهگویی از آدم زنده هم به من فرزند دهگویی کافر میشوی، برای که آخر وی نمیتواند فرزند داده، اگرچه حاضر است اما قادر نیست. بارک الله فیکم. اینم فراموش نکنید، اینم یک باب بزرگ است. و این میگوید که در تفسیر میگه تو گفتی که ولا تدعو را و من یدعو و تدعو را دعا گفتی. قرطبی میگوید که این عبادت است. اوی به عقل، پیامبر گفتند که الدعاء هو العباده، دعا عبادت است. میگه که همه دعا عبادت نیست. ما میگیم نامعقول کردی، همه دعا عبادت است. اصلا دعا چیست؟ دعا جلب المنفعه و دفع المضره، جلب کردن منفعت و فایده ها، دور کردن ضرر ها. آدم دعا کننده فقط دو مقصد دارد، یا از الله میگه که به من بده یگان چیز خوب رو، یا میگه که از من دور کن از مریضی و بلای آفت. همین است دعا. همین دعا از غیر الله چی است؟ شرک اکبر، کفر اکبر است. دعا عبادت است. هر کسی که دعا را عبادت نمیگه این صوفی است یا رافضه است، کفار است. شیخ الاسلام ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب در کشف شبهات، خصوصا محمد ابن عبدالوهاب در باب اینکه صوفی ها دعا را عبادت نیست میگن، این کار میکنن. ببینید برادر عزیزم، هر کسی که دعا را عبادت نیست بگوید یا رافضه قبوری یا صوفی قبوری است. زیرا که صوفی ها دعا را عبادت نمیگن. اعوذ بالله. برای من علما در کتاب کشف شبهات ذکر کردند. برای این میگه که الله در بالا است و لیکن با بعد این آن نه. ما میگیم الله در بالای عرش است به ذاتش، آسمان همین آسمان است، الله جدا از خلقش است و الله بارک الله فیکم نیاز به هیچ چیزی ندارد و الله دیده می شود، روی دارد، دست دارد، چشم دارد، پای دارد. الله هر شب آخر شب نازل می شود. کیفیت و چگونگیش رو ما نمیدانیم. انا همین است که در بالای این صحبت شد و عقیده اهل سنت به شما بیان شد. بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ابو عبدالرحمن حفظک الله.